خود خدا گفته اگه این دعا رو بخونی در سریع‌ترین زمان و از جایی که فکرشو نمی کنی برات معجزه میکنم. دوست نازنینم، اگه از خدا کمکی خواستی تا آرزوت رو برآورده کنه، این ویدیو یه نشونه از طرف خود خداست تا بهت بگه من حواسم بهت هست و خودش تو رو به خواستت میرسونه. اگه میخوای از ارتعاش بالای این دعای معجزه‌آسا بهره مند بشی، تا انتهای این ویدیو همراه من باش. خداوند نیروی معنوی حاکم بر جهان هستی قادره تا هر چیزی رو در جهان خلق کنه و هر آرزویی رو برآورده کنه. اینو بدون که تو غیر از خداوند به هیچ کس و هیچ چیزی احتیاج نداری. کافیه چند دقیقه با من همراه بشی تا همگی با هم با انرژی پرقدرتی که داریم به نور الهی وصل بشیم و در مدار جذب خواستمون قرار بگیریم. حالا برای اینکه ریلکس بشیم و به نور لایتناهی وصل بشیم، ازت میخوام همراه من 3 نفس عمیق بکشی. دم رو بگیری و نور الهی رو وارد ریه‌هات کنی و سپس چند ثانیه حبسش کنی تا این نور توی تمام وجودت پخش بشه و سپس با بازدم تمام سیاهی ها و نگرانی ها رو از وجودت خارج کنی. حالا همراه من تکرار کن. درود و سپاس ای یگانه خالق هستی. شکرت که همیشه هوامو داری و به موقع و سر وقت برام معجزه میکنی. من به تو و قدرت تو ایمان دارم. تو بیشتر از هر کسی از دلم باخبری و خواستم رو میدونی. تنها امید و تکیه‌گاهم تویی. تویی که میتونی منو به سمت خواستم هدایت کنی. خدایا، خودم رو به خودت میسپارم با تمام وجودم. خدای مهربونم، میدونم که همیشه توی لحظه هام حضور داری و حمایتم میکنی. پس بهترین ها رو سر راهم قرار بده. منو ببخش که گاهی وقتا یادم میره که شکر نعمتهای بی انتها تو به جا بیارم. ولی تو همیشه حواست به من و هر چی که به صلاحمه هست. خدایا، تو از همه به من نزدیک تری. تو از همه با من مهربون تری. وقتایی که احساس تنهایی میکنم، تویی که کنارمی و هوامو داری. پس خودت با آسون ترین راه ممکن منو به خواستم برسون. اگه تو بخوای هیچی غیر ممکن نیست. منو جوری به خواستم برسون که از شدت خوشی اشک شوق بریزم و بگم خدایا، این خیلی بیشتر از اون چیزیه که ازت خواستم. این یه معجزه است. مهربانا، برای عشق، برای آرامش و برای امنیتم از تو سپاسگزارم. برای حضورت، برای بزرگیت و خداییت سپاسگزارم. برای سلامتی تن، توانمندی جان و دلانگیزی حال تو را سپاسگزارم ای یگانه خالق هستی. با قلبی مملو از شکرگزاری این خواستم رو به تو تقدیم می کنم و به اجابتش از سوی تو ایمان دارم و با قطعیت خواستم را محقق شده می دانم. دوست خوبم، حالا تصور کن که خواستت اجابت شده و با صدای بلند یا توی ذهنت تکرار کن: خدایا سپاس، من
شایسته بهترین ها هستم. برای اینکه این دعا کامل بشه و باهاش هم فرکانس بشین، ازتون میخوام زیر ویدیو با انرژی نابتون بنویسید خدایا سپاسگزارم. و اگر این دعا رو دوست داشتی میتونی دوباره این ویدیوی خوش انرژی رو ببینی تا از ارتعاش بالاش لذت ببری. اینو بدون که خدا هیچ وقت دیر نمیکنه و همیشه سر وقت برات معجزه میکنه. به کانال خودت ملحق شو و با تکنیک هایی که بهت میگم انرژی خودت رو بالا نگه دار تا بتونی به نور الهی متصل بمونی. اینو بدون که خلق خواسته ها فقط توی انرژی بالاست که اتفاق میفته. همراهانم، خیلی دوستتون دارم و ممنونم که تا اینجا همراه هم بودین. روز و روزگارتون بهشت.